سلام دوستای عزیز. ببینین امی قسم که جسم ظاهر ما به انرژی ضرورت داره، روی ما هم انرژی ضرورت داره. در جسم ظاهر ما میتونیم غذا بخوریم، ما میتونیم آب بنوشیم، ما میتونیم از هفته انرژی بگیریم، میتونیم ما از هوا انرژی بگیریم. مگر جسم ما انرژی گرفت، روی ما هم به انرژی ضرورت داره که انرژی روی ما فقط از نور رحمت خداوند میتونه که انرژی بگیره، که توسط عبادت صادقانه ما میتونیم نور رحمت خداوند حاصل کنیم که انرژی روی ما تامین شود و میتونیم در مجلس هایی که خالص مخلص بر رضای خداوند میباشه ما میتونیم نور رحمت خداوند حاصل کنیم و با خلق خدا خدمت صادقانه بدون کدام مطلب دنیوی ما میتونیم نور رحمت خداوند حاصل کنیم و بر روی خود انرژی بدیم. همیشه در فکر انرژی روی خود هم باشید دوستان عزیز.